سلام، خوش اومدید به اولین ویدیو کانال من 35 هستم. قراره با هم تو سرور اپکسمن فول دایموندی بشیم، یعنی اینکه ست کامل دایموندی، پیکاکس دایموندی، عکس دایموندی و سورد دایموندی رو بخریم. برای شروع این کار باید اول بریم داخل قسمت فروشگاه باز سرور. داخل فروشگاه سرور که رفتیم این قسمت کجا؟ تولزا که رفتیم پیکاکس سنگیمون رو میخوایم برای اینکه پول بیشتری نداره. پیکاکس سنگی که خریدیم وارد ماین میشیم، همون معدن خودمون. معدن اپکس ماین 3 جاست. یکی طبقه پایینی که الان میبینین ماین کوچیکیه که زغال و سنگ و آهن رو داره ولی کوچیک‌تر از بیرونه. اینم ماین بزرگیمونه که داخلش فقط چوب داریم و این یکی از بزرگترین ماین‌های سرورمونه که زغال و سنگ و آهن داره. و برای شروع من رفت آهن کندم که 6 تا آهن داشته باشم تا بتونم کلنگ آهنی بسازم تا بتونم سریعتر ماین کنم. داخل سرورم باید حواستون به لوتاتون باشه، که لوتایی که میتونه زمین رو پشت سرتون نگاه کن که همیشه انمی زیاد هست که بخواد لوتاتون رو بدزده. مثلا آهنی ازتون افتاده باشه یا مثلا یه 2 تا آهن مثلا باشه بتونین بکنین، همیشه انمی میاد پشت سرتون میزنه ازتون میدزده. باید حواستون همیشه پشت سرتون باشه. اینجا برای اینکه وسطتون سر نره من اینجا تیکش رو اسکیپ کردم. و حواستون باید باشه وقتی میاین ماین میکنین از این گوشه بیاین که کسی شما رو نمیبینه، چون فرنس داخل سرور اپکس ماین فرنس داخل ماینش مشترک، یعنی پلیرها دیگه میتونن از وسیله‌ای که گذاشتن بدزدن ببرن واسه خودشون کنن. باید همیشه حواستون باشه وقتی جا فرنس هستین همیشه بریم فرنس آخری، چون این فرنس آخری زیاد کسی سمتش نمیاد و چون نزدیک فارم چوبه فارم چوب زیاد استفاده نمیکنه. و همیشه اینجا باید بشه که نیم تگتون زیاد معلوم نباشه که انمی سمتتون ند که لوتتون رو ندزده. الان منتظر اونو که 8 آهنمون رو بپزه که کلنگ بسازیم، برای کلنگ آهنی بسازیم که بتون سریعتر ماین کنیم. کلنگ آهنی هم چون جونش بیشتر سرعتش هم بیشتر خیلی بهتر از کلنگ سنگی دیگه. براش قرار نیست پولی هم بدیم، براش چوبم میکنن که بتونم باش استیک بسازم براش. فعلا برای شروع یه دونه کلنگ میسازم، چون یه دونه کلنگ بسته برای اینکه بتونم مثلا کلنگ بعدی یا بتونم پول زیاد جمع کنم، چون یه دونه کلنگ باید بتونم یه استک آهن جمع کنه. یه استک آهن هم داخل سرور 19000 تا پولش میشه. 19000 تا پول میتونی باش راحت یه پیکاکس دایموندی یا یه لند خوب بر خودت بسازی. لند هم که بسازی انمی نمیاد ازت بتون دزدگیشون. لند میتونی درش ببندی، انمی در خونت هم که باز باشه البته انمی نمیتونه ازت چستات و فرنسات و برس فرنسات چیزی بدزده. براستی به اینکه بخوان داخل سرور آیتمات بپوشین یکی میتونی بری همون جای ماین پایین سرور یک اسلش سل الو که بزنید کلی میره توی فروخته میشه. بعد آهن و چوب و زغال فروخته میشه. البته جا کنن یادم از ماینم و آهن پختم براتون ویدیو بگم کنم. آهن رو پختم و فروختم، تونستم باش 15 تا جمع کنم. یه دونه پیکاکس دایموندی بگم که شدم سلطان سرعت، البته بدون افیشنسی اینا و جونش از دیرتر خراب میشد. اینجا بازم براتون اسکیپ کردم که بازم حوصلتون سر نره، چون ماینش خیلی زیاد حوصله سر خود آدم حوصله‌اش سر میره. اینجاش چون برس فرنس دارم میسازم برای اینکه داخل سرور برس فرنس بهتر، چون از فرنس سرعتش بیشتر برای آهن پختن خیلی بهتر، سرعتشون 2 برابره. الان من اینجا اسلش سل الو که میزنم واسه لند ساختن، میگه خدا شکر دارم لند میسازم و صاحب خونه میشم. و اینجا رفتم راحت نیم ساعت 40 دقیقه طول کشید تا بتونم یه لند درست ثابت پیدا کنم براتون که بتونم یه خونه جمع جور بسازم. اینجا چون خیلی طول کشید خودم واسه سر رفته بود دیگه براتون اسکیپ کردم. اینجا رو پیدا کردم. اینجا هم که پیدا کردم مال چند تا پلیر بود خونه ساختم ولی زیاد دورت هم آمادن نبود، چون یه 5 دقیقه چرخیدم انسانی ندارم که اینجا رفت شد. و اینجا اسلش استارت پیو که زدم
میتونید نقطه اولش رو خونه لن خریدن میتونن البته بسیار نشون بدهیم که از اینجا تا اونجا رو من خریدم و نیاز نیست کلی منطقه بزرگ بعد میتونی بری بالا ردیف بری اونور. این برات خود مستطیل مربعانه حجم خود میکنه، خودش حساب میکنه میخریم و من یکی بیشتر خریدم شد پولش 10,000 تا اونجا NP که بزنیم بشن معلوم میکنه 10,800 پولش. بعد اینم باید اسلش لند بای بزنه لند براتون خریده میشه. از فرنس رو میسازم که بتونم سریعتر آهنگ بپزم و دست این آدم هایی که بعضش خیلی واقعا رو اصلا دوست میکنه راحت شد. اینجا از دوره اومدم معلوم شد خاطر سنگار جمع رفته واسه خونه ساختن رو بدم چون اینجا باید از اون خاصی یادم باشه که اشتباهی کنشو بدراک یکم رو اصلا اینجا من دوست آنصاب کردم چون خاطر من پدر رفیعی نیستم و آقا چیزی داشتم میترسم باز شما به ما مفبر کنیدم رفت خونمون. اینجا شروع کم لند ساختن. لند فعلا همجوری ساختم با سنگ معمولی که بعدا تو ویدیو بعد اگه حمایت بشه ازمون 10 تا لایک برسیم میسازم شدن تکمیلش میکنم. با سنگ همینجوری رفتم که در دیوار داشته باشه خونه. اینجا بازم سنگ کم آورده بودم، هنوز یه تیکه مونده بود از دوراتم مان کردم و سنگ آورده تو خونه ساختم کار شده است. بررسی لقب این خونه رو داشتم اندونی چون خاطی واقعا اندونی. اینجا توش خریدم چون خونیدم بخش کاری بگم روشنی داشته باشه یه خودم 4 تا روشن باز دیگه باز شد دستی زیاده کاربار اینجا 4 تا خریدم 4 طرف خونه داشتم روشنش. اینجا منتظرم که آهنو بپزه خیلی باسون میشه. 2 تا فرنس داشتم بازم بپزم بفروشم ببینم میتونم با شمشیر چیزی بخرم که بتونم خودم به فول دایمندشون نزدیک کنم یا نه. این دیگه باید این کار کردم که وسایت مسنه و آنها که فروختم شمشیر خریدم. این ویدیو هم خدا رو شد یه پایان نیستی چون خاطره که چیزی زیادی نمونده چون واسه آفرین باید یا پول جمعه خونه یکم سر سامون بدن این دارده حمایت بشه. اصلا به پارت بعدی باید این ویدیو فقط کافیه بود 10 تا 5 دونه برسه بعد پارت بعدیشون میزنم. پارت بعدی خونه رو میزنم